فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده گرامی، چهارشماره اخیرشون 7880 پرسیدن که سلام، برای جلوگیری از نفس بهترین کار چیست؟ من یک نکته هم اشاره بکنم برادران و خواهران بیننده که ولو اسم مستعار اگر بنویسید در پیامکاتون که حداقل ما مجبور نشیم شماره تلفن شما رو بخونیم در برنامه. حالا 4 شماره اخیرشو دوستان میتونن با اختصار یا از اسم مستعار استفاده کنن. شهرتون رو بنویسید، بهتره شما بدونیم از چه مناطقی بیننده داریم. جلوگیری از نفس جناب استاد. البته این سوالات بیننده هر کدومش برنامه جداگانه میخواد، اما برای استفاده از وقت و سوالات فراوانی که داریم اگر لطف کنید خیلی مختصر. بله، واقعا یعنی یکی از این دشمنانی که انسان دارد همین نفسی هست که الله متعال اون رو در وجود خود انسان قرار داده و نگه داشتن نفس یکی از اسبابی هست که الله متعال انسان رو به وسیله این نهایتاً به بهشت میبرد. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. کسانی که از رویارویی و ایستادن در پیشگاه الله متعال بترسند و نفس خودشون رو از اون هوای نفسانی و هوای شیطانی باز دارن، فإن الجنة هي المأوى، جایگاهشون در روز قیامت همون بهشت برین الله متعال خواهد بود. برای ضبط نفس و برای بازداشتن هوای نفسانی و انگیزه های شیطانی دور کردنشون از انسان، بالاترین چیز التجا و رجوع به الله متعال هست که انسان مراجعه بکند و توبه و انابه بکند به طرف الله متعال و تدبر در آیات قرآن کریم، تلاوت قرآن مجید و همچنین مطالعه کردن و خواندن کتاب‌هایی که درباره سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم و دیگر بزرگان نوشته شده و همچنین همنشینی و مجالست با اهل علم و کسانی که واقعا اهل علم هستند و جز انسان‌های نیکوکار هستند. انسان تا جایی که میتواند باید از زمینه‌هایی و از جاهایی که انسان را به یاد گناه میاندازند و وسوسه انگیز هستند برای ارتکاب گناه، از اون مجالس انسان باید دوری بکند. اذکار و اورادی که وجود دارد اذکار قرآنی هست، مانند معوذتین هستند، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، اینها را صبح و شام بخواند، بعد از نمازها اینها را بخواند و آخر این که انسان خودش را به خودش نگذارد، واگذار نکند و همیشه به درگاه الله متعال رجوع بکند و دعا بکند و از الله متعال بخواهد که الله متعال ایشان را از فتنه نفس و وسوسه های شیطانی نجات بده.